این واضح است که قیام امارت اسلامی افغانستان به خاطر حاکمیت یک قانون و به خاطر از بین بردن انارشی و بیقانونیت از افغانستان بود. برادر بزرگ ما جناب استانکزی صاحب و دیگر بزرگوارا مفصل صحبت کردند که قبلا در مابین بعد از برآمدن روس‌ها چه حالات جریان داشت. کوچه به کوچه اقوام مختلف و احزاب مختلف در مابین خود با هم جنگ داشتند و سرهای هم دیگر میخ میکوبیدند. و در آن زمان بود که مرحوم ملا محمد عمر مجاهد با همکاری یک عده بزرگ از جوانان و مسلمانان متدین قیام نمودند. البته در آن زمان هم یک علت بسیار بزرگ و عمده قیام ملا محمد عمر مجاهد همی بود که در اونجا در بعض ساحات حتی به عفت خواهرای مسلمان ما و تجاوز صورت می گرفت و بیقانونی ها و انارشی که مردم را بسیار به ستو آورده بود. به همین خاطر بود که جوانان متدین در اون زمان قیام نمودند. یگانه اهداف اصلی آنهایی بود که باید قانون اسلامی در جامعه مسلمان افغانستان باید حاکمیت داشته باشد. انارشی از مابین مردم باید دور شد. امارت اسلامی افغانستان فعلا هم ما دو هدف عمده را تعقیب میکنیم. اولین هدف ما است که اشغال از افغانستان ختم شود. اشغالگران از افغانستان را ترک بکنند. این مردم افغانستان در یک حریت، در یک آزادی زندگی خود پیش ببرند. این هدف اولی ماست. هدف دومی ماست این است که مردم افغانستان همه مسلمان هستند. طبعا یک قانون اسلامی میخواد. باید ما یک نظام اسلامی در افغانستان داشته باشیم که به همه افغانها قابل قبول باشد. مثل که برادر بزرگوار ما فرمودند، یک نظام اسلامی که افغان شمول باشد. در اونجا همه اقشار و ملیت های افغانستان موجودیت خود را ببینند، به همه قابل قبول باشد، عدالت اجتماعی به او تأمین باشد، در اونجا قانون حاکمیت داشته باشد، در اونجا هیچ کس به سر کس دیگر بالاتر از قانون در اونجا ادعا یا اینکه حاکمیت کرده نتواند. حقوق همه باشنده های افغانستان، اهم از برادران و خواهران، همه باید در اونجا تأمین باشد. این هدف دوم امارت اسلامی افغانستان است. انشاءالله ما این را برای شما اطمینان میدیم که خارجی ها میبرند از افغانستان. این را برای ما با وضاحت سر میز این را گفتند. دیگر خارجی ها از افغانستان میبرند و از این بعد این مسئولیت همه ما شماست. مسئولیت مشترک همه ما شماست. شما از نگاه فیزیکی و از نگاه فکری شما همراه ما استاد شوید، مشوره بدهید، با ما یک جا باشید تا بتوانیم ما شما خارجی ها را همین نقطه اخیری که اینا هستند باید از وطن ما شما برایند. ما شما مشترکاً یک قانون اسلامی که به همه افغان ها قابل قبول است با هم بشینیم و یک نظام اسلامی که برای همه افغان ها قابل قبول است. حقوق همه اقشار جامعه در اونجا تامین است. این چنین یک نظامی را ما شما تامین بکنیم و به صلح و سلامت همه ما شما در این جغرافیای مخصوص دنیا و زندگی خود پیش ببریم و به سیالهای خود مثل یک انسان آزاد و حر بتوانیم ما شما با دیگه همسایه های خود، با کشورهای منطقه، با کشورهای فرا منطقه، با همه ما رقابت کرده بتوانیم. این مکلفیت همه ما شماست. این مکلفیت تنها طالب نیست، مکلفیت یک روشنفکر نیست، مکلفیت فلان و فلان نیست، یا مکلفیت ذکور و اناس به این ارتباط نداره. این مکلفیت همه ما شماست. این همه ما مشترکاً باید دست با همدیگر بدهیم. وطن خود را در وطن خود اولا ما یک صلح و آرامی فراگیر را تامین بکنیم و با هم دیگر برادروار با هم در اینجا زندگی خود را پیش ببریم. این آرمان دوم امارت اسلامی افغانستان است. انشاءالله
ما به خاطر تحقق این اهداف یک ذره هم انشاءالله از به زور خداوند و با توفیق خداوند از این انشاءالله خفنشینی نمیکنیم و به خاطر تحقق همین اهداف انشاءالله ما کوشش خود را سعی تلاش خود را با همکاری شما برادران شما خواهران ما ادامه میدیم. البته یک پروپاگاند دیگر که بر علیه امارت اسلامی افغانستان جریان دارد که اینها حقوق زنها را پایمال میکنند، حقوق تعلیم را پایمال میکنند، کلاً دروغ. همه علما به اینجا شیخ صاحب همه نشسته هستند، ما همه مسلمان هستیم، با قانون اسلامی ما معتقد هستیم. در اسلام تعلیم و تربیت برای همه، برای مرد و زن و پیر و جوان، برای همه است، برای همه لازمی است. ما به همین معتقد هستیم و انشاءالله نه در زمان ماضی نه امروز نه در آینده ما با تعلیم و تربیه هیچ کس مخالفت نداریم. در اسلام برای تعلیم انسان ها بسیار یک جایگاه خاص، اهمیت خاص قائل شدند. حتی با تعلیم یعنی غیر انسان ها، با تعلیم حیوانات چقدر اهمیت داده شده است. حتی اگر یک حیوانی که تعلیم داشته باشد برای او اهمیت بسیار، جایگاه بسیار عالی را در اونجا فایز است و یک حیوانی که اگر تعلیم نداشته باشد او مرتبه از حیوان تعلیم و تحصیل دار از او پایین تر است. اسلام بقدر یک اهمیت داده است درباره تعلیم و تربیت. ما با تعلیم و تربیت همه معتقد هستیم و البته بعض مشکلات های محلی در وطن ما شما وجود دارد که همه ما شما میفهمید. این پروپاگانده های دشمن است و از خواهرای خود هم خواهش ما است که تا حال شما از طریق بعض میدیای دروغی میشنیدین، حالا شما از نزدیک حرفای ما مردم رو میشنوید، صحبتای ما مردم رو میشنوید. ما کلا معتقد به تعلیم و تربیت همه هستیم. البته تعلیم و تربیت سالم و تعلیم و تربیتی که در چوکات اصول اسلام و عنعنات ملی ما شما باشد. ما به این کلا پابند هستیم و زیادتر وقت شما را نمیگیرم و خداوند تبارک و تعالی همه ما شما را توفیق مزید بدهد که همیشه مثل این چنین با هم بشینیم و به خاطر تامین امنیت و به خاطر صلح و امنیت دائمی در وطن خود با هم متفق و متحدانه قدم بگذاریم. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.